چه قسم ذهن و ورودی های ذهن خود را کنترل کنیم. یکی از مقوله های بسیار خوب و تاثیرگذار در زندگی این است که اگر بتونیم ذهن خود را کنترل کنیم، میتونیم اتفاق و شرایط زندگی خود را کنترل کنیم و بالای زندگی خود مسلط باشیم. بیاین در این موضوع صحبت کنیم. سلام دوست خوبم، امیدوارم در هر جای دنیا که هستی خوش و خوشحال، شاد و شاداب، صحتمند و سلامت باشی. در یک برنامه دیگر با من مهدی علیزاده خوش آمدید. در جلسه قبلی ما در مورد قانون ذهنیت صحبت کردیم و گفتیم که ما ابتدا تمام چیزها را در ذهن خود خلق میکنیم و به دست میاریم، بعد او در زندگی ما پدیدار میشود. و خلاصه از قانون این است که اگر ما بتونیم ذهن خود را کنترل کنیم، اگر ما بتونیم بالای ذهن خود مسلط باشیم، میتونیم زندگی خود را کنترل کنیم و بالای زندگی خود مسلط باشیم، بالای اتفاق، شرایط و خلق زندگی خود مسلط باشیم. خب حالا سوال اینجاست که چه قسم باید ذهن خود را کنترل کنیم تا زندگی ما کنترل شود؟ جواب این است که برای کنترل ذهن باید ورودی های ذهن را کنترل کنیم، باید سیگنال هایی که در ذهن می آید و ذهن را تغذیه میکنه باید این را کنترل کنیم تا ذهن ما کنترل شود. خب حالا ورودی های ذهنی ما کدام است؟ در این جلسه ما در مورد 4 تا از ورودی های ذهنی صحبت میکنیم. اولین و مهمترین راه ورود در ذهن فکر، اندیشه، توجه و تمرکز ماست. ما روزانه در مورد کدام موضوعات فکر میکنیم؟ در مورد هر موضوعی که فکر کنیم، امو افکار، امو توجه و تمرکز ذهن ما را کنترل میکنه. اگر در مورد اتفاقات بد فکر میکنیم، ذهن ما بد تغذیه میشه. و اگر در مورد اتفاقات خوب و مثبت فکر میکنیم، ذهن ما خوب و مثبت تغذیه میشود. پس چه خوب است که ما روزانه بتونیم فکرمان را کنترل کنیم، اخصا زمانی که در تنهایی هستیم و در خلوت خود، چون او وقت فکر ما به هر طرف میره. اگر بتونیم کنترل کنیم و یا جهت دهی کنیم به سوی هر آن چیزی که خوب و مثبت است، به سوی چیزهایی که داریم، چیزهایی که به دست میاریم، اهدافی که داریم، اتفاقات خوبی که افتاده و یا هر آن چیزی که از نعمات الهی ما داریم، روزانه میتونیم تمرکز و توجه کنیم و این باعث میشه که ذهن ما خوب تغذیه شود و در زندگی ما اتفاق و شرایط خوبی پدیدار شود. دومین راه ورودی ذهن قدرت کلام ماست. ما روزانه در مورد کدام چیزها صحبت میکنیم، سخن میزنیم و یا گپ میزنیم؟ درباره هر موضوع، در مورد هر اتفاق، در مورد هر چیزی که ما صحبت میکنیم، در اصل حقیقت تمام از اینا ذهن ما را کنترل میکنه. و متاسفانه امروزه این یک چیز شایع است، یک چیزی رواج مانند است که ما در مورد اتفاقات بد و منفی که افتاده صحبت کنیم که موضوع چرا قسم شد این موضوع شده و همیشه دیگران دوست دارند در این مورد بشنوند. و چه خوب است که ما روزانه وقتی صحبت میکنیم در مورد چیزهای خوب صحبت کنیم، در مورد اهداف خود صحبت کنیم، در مورد خواسته های خود صحبت کنیم، در مورد پلان ها و برنامه‌ریزی هایی که داریم صحبت کنیم، در مورد اتفاقات خوبی که در زندگی ما و دیگران افتاده صحبت کنیم، در مورد نعمات خوبی که داریم صحبت کنیم و در مورد هر آن چیزی که خوب و مثبت است، چه در بیرون چه در زندگی خود ما، مورد این موضوعات صحبت کنیم. سومین راه ورودی به ذهن قدرت دیداری ماست. ما روزانه چه چیز را میبینیم؟ هر آن تصویری که از طریق چشم ما وارد ذهن میشه، ذهنیت ما را میسازه. امروز به خاطر پیشرفت چشمگیری که در تکنولوژی اطلاعات در رسانه‌های جمعی و اینترنت صورت گرفته، ما امروز خبرهای روز را نو به نو و خیلی زود در دسترس داریم. و چه خوب است که ما از بین از اینا انتخاب کنیم، خوب و مثبت هایشان را ببینیم. چهارمین و آخرین راه ورودی در ذهن هر آن چیزی است که ما میشنویم، که این در بین مردم ما یک چیزی بسیار عام و شایع است که در هر جایی که ما میریم دیگران در مورد اتفاقات و حوادثی که افتاده صحبت میکنه و ما هم دوست داریم بشنویم، عمدتاً در مورد خاطرات بد، در مورد چیزهایی که قبلا اتفاق افتاده، در مورد اخباری که امروز اعلان شده، در مورد یگان حادثه‌ای که امروز اتفاق افتاده دیگران صحبت میکنه و ما هم دوست داریم بشنویم. هر آن چیزی که ما میشنویم
او باعث میشه که بازم ذهنیت ما را شکل بدهد. پس برای خوب زندگی کردن و تسلط داشتن روی زندگی ما باید روی ذهن ما کنترل و تسلط داشته باشیم و برای اینکه بتونیم روی ذهن خود کنترل داشته باشیم باید ورودی های ذهن خود را کنترل کنیم. ورودی های ذهن ما 4 تا از مهمترینش اول ای که باید هر رشته فکری و توجه و تمرکز روزانه خود را کنترل کنیم و دوم ای که قدرت کلام ماست در مورد موضوعاتی که حرف میزنیم باید موضوعات خوبی باشه و سوم قدرت دیداری، چهارم قدرت شنیداری ماست. اگر ما بتونیم این 4 راه ورودی ذهن را به صورت درست کنترل کنیم واقعا میتونیم ذهن و ذهنیت خود کنترل کنیم و میتونیم اتفاقات زندگی خود کنترل کنیم. و در آخر این نقطه قابل ذکر است که خداوند خالق ماست و ما را خالق زندگی خود ما خلق کرده، یعنی ما مخلوق خداوندیم و خالق زندگی خود ما و انتخاب و اختیار خلق زندگی، ایجاد زندگی ما را برای خود ما داده. و یکی از مهمترین فرق بین افراد موفق و کامیاب و خوشبخت و ثروتمند و صحتمند و سلامت و مثبت و مفید و مؤثر و افراد ناموفق و ناکام و بدبخت و بیچاره و سرگردان و منفی و مریض و تمام از اینا فرق بین از دو افراد امی است. یکی از فرقهای بسیار مهمش در کنترل ذهن خلاصه میشه که اینا کسایی که افراد موفق است ذهنشون را جهت میدهند و فکرشون را آگاهانه انتخاب میکنه، اما کسایی که ناموفق است اینا هاش و پاش زندگی میکنه و هر چی پیش آمد و خوش آمد برای ذهنشان تغذیه میکنه. و غذای ذهن مثل غذای جسم است. ما اگر غذای خوب و پر انرژی و سالم و پاک و مغذی بخوریم سالم و صحتمند میمانیم و اگر غیر از این باشه مطمئنا در جسم خود ضرر میرسانیم و مریض میشیم. پس چه خوب است که ما ذهنمان را کنترل کنیم تا زندگی ما کنترل شود. امیدوارم این مطالب در ایجاد یک کیفیت زندگی خوب و در تسلط داشتن روی زندگی ما به ما کمک کنه.